سلام بچه ها، امروز میخوایم با هم ابروهامون رو رنگ کنیم. من خواب بیدار شدم، بدون هیچ میکاپی اومدم جلوی دوربین و چون اوایل اینکه دوباره بعد چند سال دارم ویدیو یوتیوب میگیرم یه ذره شاید جلوی دوربین معذب باشم که به مرور اوکی میشه. این رنگ ابرو رو گرفتم که خیلی بامزه و کیوته و ازش راضی بودم. رنگ کالر براون، رنگ یعنی قهوه‌ای گرفتم. ولی خب به نظرم اون موقعی که رنگ ریشه موهام دکولاره بود باید یه ذره رنگ روشن‌تر میگرفتم، چون چشم من توی آفتاب و نور و لباس و اینا رنگ عوض میکنم. قبلا ابرو تیره دوست نداشتم، جدیدن حس میکنم که بهم اومده، اما بازم زد به سرم، گفتم حالا خیلی روشن نه ولی همون قهوه‌ای، چون میگم رنگ پوستم و چشام روشنه واسه همین به نظرم بیشتر بهم میاد. خب این برندش اگه اشتباه نکنم سوپرکایه، ببینید. بعد واسه چی دوستش دارم؟ چون جدا از این که رنگ کوچولو، البته پرمحتوا، اونقدر کوچیکم نیست، ببینید حجمش رو حداقل میتونید 4-5 بار برای ابروهای پر استفاده کنید. بعد خدا اکسیدانش چقدر کوچیک بامزه است. واسه چی دیگه دوستش دارم؟ واسه این که مشاهده کنید خودش براش داره، این داخلش هم یه ذره تو رفتگی داره که قشنگ مثلا بمالیدین رو یا اگه ذره پایین با این جمع کنید حالت قاشقی طور داره. اگه اشتباه نکنم به احتمال زیاد چیزی که تو خاطرمه یه کاسه سیلیکونی کوچولو هم توش داشت که رنگ اکسیدان توش مخلوط کنی با این، ولی نمیدونم کجا گذاشتم، تو گمش کردم. ما دیگه کاسه رنگی که مامانم سالیان سال داره با این فرچه رو که توش هم خیلی دیگه رنگ گرفته، اینو آوردیم. من حالا با ته میتونم هم بزنم رو گوشش که بریم ببینیم چجوری میشه. البته گفتم من واقعا نمیخوام زیاد روشن شه این دفعه و حالت اینکه الانی قهوه‌ای داره ابروی خودم یه ذره روشن تر بشه که به رنگم من بیاد. بریم بیاریم یکم از این رنگ، یکم اکسیدان که باز اندازه ازش ندارم، همینجوری اضافه کردم تقریبا مساوی. به این غلظت باید برسم. خب وازلینمون رو آوردیم، 2 تا گوش پاکن آوردم، پنبه، اینا رو بذاریم کنار. سعی کنید به موی ابروتون زیاد نزدیک نشه، زده نشه، چون اون موقع به سختی دیگه رنگ میگیره و یه مقداری مرطوبش. ببخشید اگه سر صدای بیرونی چیزی میاد. خب این قسمت ببینید همین یه مقدار قشنگ کار رو جمع کرد. یه کوچولو دیگه به این صورت. خب مطمئن میشیم که زده شده همه جاش. ببینید هر دفعه مشکل دارم که تا اینجام قشنگ عرق میکنم، چجوری بگم، گرم میشه میریزه رو به پایین و یه دستمال دارم که اینو پاک میکنم، مراقب باشم نریزه تو چشم. یه ذره جلو دور رو این کار زیاد راحتی نیست.
بریم یه رو دیگه برگردیم. اگه نیم ساعت بذارید خب قهوه متوسط میشه 45 دقیقه، چون این نمیسوزونه این برند. این در جایی که برای ابروی من اینجوری بود خواستم روشن ترشه 45 دقیقه هم گذاشتم، چون دیر میگیره رنگ، یعنی دیر رنگ میگیره. بعد دیگه بریم ببینیم چجوری میشه. حالا همون نیم ساعته ببینم چجوری البته رنگ میگیره دیگه، بستگی داره. زیاد پرحرفی کردم. بریم. خب من یه ذره دیرتر برداشتم چون حالم یهو بد شد، تپش قلب و لرزش بعد دست و پا گرفتم، مثلا یه وضعی. خب ببخشید سر صداه. خب اینجوری شد. به نظرتون خوبه؟ دم بشورم بیام. چطور شد بچه؟ الان با رنگ موهام و صورتم اینا مچ داره مگه نه؟ حالا سلیقه‌ایه دیگه، بذارید